اینم آبشار معدن مثل سرچشمه، البته آبشار نیست، چشمه نفس کشیدن زمین داریم. ببینید جوری نفس میکشه زمین. با هم تماشاش میکنیم. داره میاره بالا، زمین داره میاره بالا. حالش بد میشه، داره نفس میکشه، دست بگیری میزنه. و این داره سر کن. این میذارمش تو این هسته. لحظه به لحظه در آب بیشتر میشه، به جایی میرسه که دیگه آب میزنه به هوا. الان لحظه به لحظه بیشتر میشه. حالا سر کن یه لحظه یه بار میزنه به هوا. الان دیگه بیشتر میشه. الان میزنه. الان دیگه حداقل 10 متر آب پرتاب میشه. باز کم میشه. حالا سر صداش داشته باش. این داره کم میشه. حالا که میگم زمین نفس میکشه سر کن. این هم رضا، این هم آقا جواد. حالا سر کن ببین چوری زمین نفس میشه. هر 12 دقیقه به مدت 3 دقیقه آب میپاشه. الا 15 دقیقه. قدرت خدا. همه هوای اینا یعنی چیز نی، آب خیلی نیا. اینا دیگه هوای. نه آب خیلی بیرون نمیاد. حالا سر کن آخرش جلو. گوگرد. الان میکشه نفس تو اینجا. سر کن نکن یه باره. که میگم نفس میکشه یه جوری. رو برمیگردن داخل.